असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। بونگیج گون الله مهربان و بخشو که نامه. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امید که هر جا هستید راو سلامت و سربرز و صوبین بید. رازی که شما گنده مروچی ما شما به نمروز زانشجا و پانتونا هستند و لوٹنشا پانتون باروا معلومات مشمار کٹ بھی تو روان گون ای واجکارانه گپوترانه کنه گوورنان و بیشان پانتون باروا که چی بخشان تا و بگوجام باران تا جودو تا پتلاش دارند و ایشان زانش دی مارود. امید که تا دیوان گرسرا گون هم ماهورو همراه بید. درود گلین چاروکان امارا پشو پیسر گوشتو مشما مروچی هاتگا نمروز پانتونا و لوٹان که به نمروز پانتون باروا معلومات داشته و پشما جوانین دیوان و پریان بلوچین بری بیر بید. آنوتی پانا دا یک واجه دارن که واجه اپنی پشما درستی کنی که نامزد پانیار استاد نصر الله بلوچ رئیس پانزه زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نمروز انتا و لوٹان گون ای واجه مروچی دیوان برادر کنن و واده دیوان برادر بی که شما تاگور سراوتی بلوچین دیوان و پریامه گندو کو چارو بید. سلام علیکم جا. وعلیکم السلام. بعد باشه شما من ترس که ماروتی هم جا وقت داده تو وقتی وقتا قیمتی نماره داده تو این دیوانا کو تو بار زوتید. تشکر سلامت. من در خدمت هستم. سلامت بید. واجه بید که پیسر و دمتش دیگه سوج مشمع برن شمار معلومات به پانتون باروا و زانجا چون سال تک جور بودگی و چین کسا فعالیت داشتگی بیشی بارا گمارا از چاروکانا سرپیده باز و شالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تحصیلات عالی نیوروز در سال 1396 هجری شمسیه گون 15 تعلیم و تربیه به 4 دیپارتمنت ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی و فعالیت شروع کو که بعد شایی به توجه سعی و تلاش مسئولین هم در سال 1399 دو پوانزه دیگه به نام پوانزه اقتصاد گو 2 دیپارتمنت اداره و تجارت و اقتصادی ملی و همچنان پوانزه زراعت گو 2 دیپارتمنت اگرانومی و باغداری شروع به فعالیت کو و همچنان همی ساله تا به پوانزه تعلیم و تربیت 2 دیپارتمنت دیگر هم به نام دیپارتمنت ادبیات دری و ادبیات پشتو هم ایجاد بود. بعد شاید در سال 1401 وقتی که امارت اسلامی روی کارت با توجه و تلاش مسئولین پوهنځی شریعت هم گو 2 دیپارتمنت فقه و قانون و تعلیمات اسلامیه فعلا در حال چونتا فعالیت انتا و ما ببخشانتا محصل داره. همین 2 ساله تک امارت اسلامیت یک تغییر و بدلی دیسته بوده؟ بله گفتم که قبلا هم گفتم که مثلا به پوهنځی شریعت هم به چارچوب پوهنځی پوهنتون نیمروز هم اضافه بوده گو 2 دیپارتمنت فعال. بیشتر مرا سرپیده که چین کس واجه کار و چین کس کارکنوک شما تیپانه دارید که کاران دیما برند؟ الحمدلله زمانی که امارت اسلامی روی کارتا توجه باز توجه کرده به بخش کادری و اداریه و تا انون همه 142 بست تشکیل توتیه دارن که جمله 82 بست کادری هستند، 34 بست اداری هستند و تقریبا 26 بست هم بست کارکن خدماتی و محافظین و شباش که ما بست 7 و 8 بید. در کل ما 142 بست و تشکیل 1401 که فعلا داره. این کارکنوک شما نمروز جنده است دیگه جاتی؟ مختلف است دیگه ولایتان هم هستند خصوصا در بخش کادریه ما استاد دارن که حتی بدخشان هم هستند، شهرات هم دارن، کابل هم دارن، ننگرهار هم دارن. در کل 34 ولایت افغانستان هم مختلف جاگان ما استاد دارن و بخش کادری هم ما دیگه ولایتان دارن گما هستند. باز و شال میباره سر پیدا تید بیش ما گوشی که بی چون ساله تا که پانتون هدا جور بودن امروز دیمتر گوسته که وقت وادا ما چون سر پیدا بودت و دیسته تا که نبودت و الحمدلله که هنو مشوار امروز جنده شهر تا ولایت تا پانتون دارن و بی چون ساله تا چین کس ورنا جنی کو بچک شده و تی وانا گو زانش تا علاس کرتگن تو چین کسی دیگه هست بی باره سر پیدا معلومات دید باز و شاله پوهنتون امروز 2 دور فارغ داده و هر 2 دور فارغ هم به 15 تعلیم و تربیه بودند و دیپارتمنت ریاضی، فیزیک و کیمیا بیولوژی و تا انون در 2 دوره تا 170 نفر محصل ذکور و ناس هم فارغ داده و فعلا هم اما تقریبا 605 محصل دارن که جمله 325 محصل ذکورند و
280 محصل اوناس که طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالیه محصل اوناس درس فعلا در حالت تعلیق هستند تا اطلاع ثانویه. بعد خوشحال هستم استاد نصرالله بلوچ معربید که گشته سرپدی معلومات دهید بی ورنا و جوانی که و محصلی که شا دیگه هم دو دمه گنماته بهتیدنا انچه محصل مشما دارن بی بار ما سرپدی باز خوشحال اما که شما در جریان قرار دارید جذب محصل به پوهنتونان که از طریق امتحان کانکور انت و اما الحمدلله شا ولایت مختلف هم محصل دارن به طور مثال مثلا ما ننگرهار، شا کابل، شا میدان وردک، شا فرا، شا هلمند، شا جاهای مختلفا اما محصل دارن و میدوتی درسا ادامه ده. شا ولسوالیان هم هستند بله شا نیمروز ولسوالیان هم شا بوچن ولسوالیان شا خاشرود، دلارام، چاربرجک، چخانسور کنگ هم محصل دارن. پیشان اندو جا و نپاد هست جای مشخص که وتی شپا و گوازینند. یک توجه خاص که وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنتون نیمروز داشته همیشه تا که اما بر علاوه ایشی که وتی محصل مسافرانه بدل و عشادین اما ایشان جاون پادی هم پیشان لیلی در نظر گرفتن و 23 ولایت افغانستان شما معلومات گرفت اصلا ملنگین برنامه نه انت و فقط صرف به نیمروز انت که اما بر علاوه ایشی که وتی محصلان بدل و عشادین پاون اتاقم گرفتن و وان بین لیلی هم داته کنه وتی جا هم ودنا وتی شپا رو چکنه هیچ سکی سوری دیر پدی نه الحمدلله تانی هیچ مشکلی پاو پیدا نمید. منتار پنوکی سمستر نه پنوکین آینده شما آیو که دیگه پلان و برنامه‌ریزی داری پا محصل و پا وانو کن؟ بله اما مطابق ما وتی پلان استراتژیک 5 ساله که به پوهنتونان ما دارن ترتیب کننه اما انشالله په سالهای بعدی تصمیم دارن که پوهنځی حقوق و پوهنځی کامپیوتر ساینس هم به تشکیل مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز ما اضافه کنند و انشالله ایجاد دو پوهنځی او همچنین دیپارتمنت‌های مختلف مثلا ما دیپارتمنت ادبیات بلوچیه تصمیم دارن که به پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد کنند دیپارتمنت تاریخ دیپارتمنت انگلیسی دیپارتمنت ثقافت اسلامی ایشان هم پلان ته هست که به نوکین سالا انشالله اضافه بید و گو اضافه بودن آنه بخشانی انشالله تا حد اکثر محصلانی مشکل حل بند و تانند که به رشته های مختلفه و تی تحصیل ادامه دهند و نیاز مبی که به دیگه ولایت مسافر باید. ممکن پوهنځی که انشالله هایو که شما گشتر کنید و گیش کنید به پوهنتون تا گون ام دو جا سکی و سوری و ندارید گون صنفانه گون ایده مکانی که شما فعلا هستید دارن همه جای فعلی هم که از امی نه انت اما ایجاد تربیه معلم انت اما فعلا موقتا نده هستن و همه تعمیر پوهنتون که به سرکش 60 متر است بخیری که ودا جور بید آده دیگه انشالله گرچه مثلا هر پوهنځی شوجتا بخشی لوټید تعمیری لوټید دیگه انشالله به مرور زمان امی واسطه ما جز کرده که به آیو که گیش بیت گونای گو سکی و سوری دی پده علم که پیش یک توین اندو جای لوټید و امود اما جای توین دارن به مثلا بهانه 100 جری به پوهنتون تعمیر و سودا از جاگه انت و اما انشالله در وقتی که انتقال پیدا کردن همه مشکل شده از جا بخیر انشالله حل بید مرا به امکانات و همه چیزی که شما دسته دیماست و شما کار دیما گیتر رو تو یا که محصل یا همه ورنه که وانه گزانش تا گیتر دیما برند ش امکانات باره شما دیما سکی و سوری است یا اگر نه بی باره مرسا پیده بازا شارده مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز हमारे के मंगोष्टन एक مؤسسه نو تاسیس نه و اما الحمدلله تعالی یک کامپیوتر لب مجهز دارن و کتابخانه مجهز دارن که تقریبا 3500 جلد کتاب ما بیای دارن در رشته های مختلفه بر علاوه شی که ما بخشای که فعال دارن و در مواصل سوال شی کتابان استفاده کنن ما در بخشای انگلیسی و در بخشای مثلا روانشناسی که این بخش فعلا فعال نبوده که به مؤسسه ده و در بخشای عمومی و دینی هم ما کتاب دارن در پالویشی که هستم یک لابراتوار مجهز به خاطر پوهنځی تعلیم و تربیه دارن و انشالله پلان ته هست که پنوکین سالا برای پوهنځی زراعت فارم تحقیقاتی و همچنان یک لابراتوار مجهز هم به تعمیر جدید پوهنتون ایجاد بید و در بخشای دیگری هم مثلا ما آمریت تحقیقات و مجله علمی دارن آمریت تقرر و ترفیعات استادان دارن و همچنان ما در بخشای دیگری هم مثلا آمریت تقرر و ترفیعات استادان دارن و همچنان آمریت تضمین کیفیت دارن و آمریت امام و مبلغ یا آمریت ارتقای ظرفیت دینی هم به تشکیل پوهنتون تا هستند. ایسا بیت مرا سرپدی داد که ممی زودترین وقت وادا ما یک چیزی سرپد بودن مرا معلوماتش پانتونی مگر است که شاید یک ورنای یک
کارت توی کرتگی یک ربات جور کرتگی این ربات سخت افزار نرم افزاری اگر بیشی برای ما معلومات ده تو گوشید که ربات شیشی چی کارو چی بتگی بیت سرکردی دید. بله امی ربات که است یک برنامه نرم افزار معلوماتی نه و به کانال تلگرام تایی جور ہوتا و اشرا یک شخص به نام خلیل بها که محصل دیپارتمنت فیزیک امی پوانتونت و باشه فراغت تا فعلا به عنوان مدیر اجرایی پوانزه زراعت انت همین شخص جور کرده ایتی و اشرا به دسترس عمومی مردمانش که تانه چیشی استفاده کنند. ایشی کار کرد چی انت؟ خب हमारे कश्मा के अंदर برنامه که است یک شواهد یک لینک دارید و یک بارکد دارید و زمانی که اما شخص طریق این بارکد وارد بید اما ربات پای معلومات در رابطه به پوهنتون معرفی پوهنتون معرفی پوانزه معاونیت انا برنامه پوهنتون چین که برنامه دارید چین که مواصل دارید چه فعالیت دارید و در پالویشی حتی بست خالی که اعلان را تقسیم اوقات درسی تمام معلوماتی که در رابطه به پوهنتون بیان چه طریق ربات توانند که بیای دسترسی پیدا کنند و وقتی مشکل به زودترین فرصت حل کنند. چه وقت واده که این ربات جور تشمه کاران گیتر دیماراند؟ بله الحمدلله کمک گوشما بوده؟ بله الحمدلله زمانی که ربات جور ہوتا اما مثلا هر بخش تا که معلومات نیاز داشته بند دیگه نیاز نیست که مثلا به ما شعبه مراجعه کنن و شای معلومات گیرن و بعضی شاپرند کنن اما دسترس انت و هر وقت هر لحظه که ما نیاز داشته بند حتی در اوقات غیر رسمیه هر وقتی که بید اما وقت گروه تا وارد بند و می ربات تا شیشی طریقه وقتی مشکل اما حل کنه بعض شرط بعض توین کاری است بعض توین کاری است استاد بعد باشه شما نوتار که تیدا مکاتره گون همه حتی تو دیوان گون شما برادر تو همه رسمی نوتار شاهدی سلکنو کنه که دیوان اچارند بیش ما گرد سراوتی پیغام پا عزیزن گندو کووا پا مسئول زموارا پیش کنه باز وشاله بین نی پیام پا عموم جوانان همیشن تا که وقتی تحصیل ادامه دیند شب مهاجرت تا چیزی جوڑ نبید الحمدلله انو زمینه تحصیل باز فراهم رو تا امکانات گشته رو تگند و نی پیام همیشن تا که تا حد ممکن که توانند درس ادامه دیند چون علم مردم به هر جاگه رسید بدون علم مشما هیچ وقتی پیشرفت کرده نکنه و هیچ وقت نتونه که مشکلات زندگی و سکیان مشما حل کنن و نی پایان په مسئولین خصوصا وزارت محترم تحصیلات عالیه همیشه تا که پوهنتون نیمروز یک پوهنتون محروم بیشی تعمیر خاطر بیشی ارتقای ظرفیت مؤثران یا استادان یا گما پورا همکاری کنند تا ما توانن اما دینی که به یک منطقه و به مردمان دارن امر به شکل درست توانن په مردمان اجرا کنند. سلام راست بی تو تا ما پایسل کن که درستی کنید که است تو بگو جام بخشت درسوانید. السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم نام سخی احمد انت پوانزه زراعت دیپارتمنت اگرانومی باز شرطن بیش ما گوشید که چون تو وقت تک دینا درسوانی بگو جام بخشت است. فعلا اما سمستر اول سال اول انت در بخش زراعت دارن انشالله تحصیل کنم. باز شرطن اگر فانتون امروز ما بودین شما پوتی تحصیل واسطه دیگه جامعه شد یا دیگه ادامه تحصیل ندید بی بار مر سر پیدا والا اما په پوانتون امروز باز خوشحال هستن که می فعال بوده چون به دیگه ولایت هم په ما مشکل براورد که مثلا شتن ادامه تحصیل دادن ولی ما باز خوشحالن راضیان شه مسئولین که ادا په ما مسائل تحصیلی په ما برابر کردن دیگه سکی سوری دی پدی مست تگنا بله اما ادنا پوانتون ته یک سری مشکلات دارن که درباره می لابراتوار زراعتی که است ولی پیشنهاد دادم فعلا په ما تانو برابر نکرد اما مسئولین تقاضا دارن که بری برام رسیدگی کنن په ما یک لابراتوار زراعتی که ما توانن گیتر درسان ادامه دهن و عملی کار کنن و فعلا هم لابراتوار دارن اما در بخش عملی کار گندن ولی ما تقاضا دارن که په بخش زراعت یک لابراتوار جداگانه په ما جور کنند. باز شرطن شوابی تو تی پیام پا دیگه ورنانه پیش کنید. اما پیام پا دیگه ورنان ایشن تا که بیاوند ادامه تحصیل دهند و تی درسا بوانند و انشالله که کشور بیاوان نیاز دارید و ادامه تحصیل دهند. میناتور ششما. سلامت. گلین چاروکانی شت میوشمه مروچی بلوچی پروگرام و پریام کشا نمروز زانشجا و پانتونا گفتگ بود. امید که ای گپوتران و ای دیوان شماران دوستو پسند بوتک بید تاباند دیوان و تا دیگه پریامی که پشمه لوگو میتا کاین از مروتین اما دور رزاد شمه ساتوک گار نشان و منزل گار نشان و منزل دل ہم بے قرار پیار بے کوئی
दिलबर प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे गारे निशान व मंजिल गारे निशान व मंजिल दिल हम बेकरारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे बादे सबा बुरो तो बादे सबा बुरो तो मातल मबैक दीरे मैं वाह गानी मंजिल मैं वाह गानी मंजिल उदा के गुल आज़ारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे गारे निशान व मंजिल दिल हम बेकरारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे जोहान वाह गानी जोहान वाह गानी मेहरे निशा मदीना दुनियाए पार साओ दुनियाए पार साओ पाकानी यादगारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे ऐ हाशमी लक़ब तो ऐ हाशमी लक़ब तो उम्मीद मैं दिलानी कोहे गमाती मैं दिल कोहे गमाती मैं दिल मजनून दिल फगारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे गारे निशान व मंजिल गारे निशान व मंजिल दिल हम बेकरारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे ये रात में बहार गा ये रात में बहार गा दंसो मुझे ये गुलशन आबाद थे गुलिस्तान आबाद थे गुलिस्तान बाबा शाहकारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे नाले कुली ब्यहूरा नाले कुली ब्यहूरा सल्ले अला मुहम्मद शोदे दिले गुबारा शोदे दिले गुबारा मैं दिल निज़ंग गुज़ारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे गारे निशान व मंजिल गारे निशान व मंजिल दिल हम बेकरारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे ओ काफिला हिजाज़े ओ काफिला हिजाज़े मारम बेते शुते तो के रवे न सहड़ी तो के रवे न सहड़ी ये दिल में सुगवारे प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे तो रहमते दो आलम तो रहमते दो आलम कुर्बान में सरो जान बस आरज़ू इशे में बस आरज़ू इशे में प्याए तरा बेचारे प्यारे बिकोय दिलबर प्यारे बिकोय दिलबर उदा तमाम बहारे गारे निशान व मंजिल गारे निशान व मंजिल दिल